بچه های گل و دوست داشتنی که میخوان نشانه های الفبا و درس فارسی رو با خانم معلم یاد بگیرن. امروز هم میخوایم یکی دیگه از نشانه های قشنگ الفبا رو بیاریم و توی خونه خودش بنشونیم. اگه گفتین کدوم نشانه است؟ آفرین به شما، نشانه ا. بچه ها همه با هم دیگه بکشیم، میگیم ا. ببینید تا اونجایی که نفس داریم ما میتونیم این نشانه رو بکشیم، درسته؟ پس این نشانه ما میره توی خونه های مخصوص شهرک الفبا یا میاد تو خونه های معمولی؟ آفرین به شما بچه های زرنگ، میره تو خونه های مخصوص. گفتیم نشانه هایی که ما میتونیم صداشون رو بکشیم تا اونجایی که نفس داریم میرن تو خونه های مخصوص. پس نشانه ا میره تو خونه های مخصوص. بچه ها امروز با همدیگه میخوایم چند تا تصویر رو ببینیم و با همدیگه بگیم که کدوم یکی از این شکل‌ها رو دارد. ما میدونیم که نشانه ا 2 تا شکل داره. اولین شکل که همیشه اول میاد بهش میگیم اول. همیشه هستش اول میاد، همیشه. به غیر از این نمیشه، نمیشه. دومین شکل این نشانه که خیلی وروجکه، همیشه میپره بالا سر نشانه ها، مثل موش خیلی بازیگوشه، بهش میگیم غیر اول. گفتیم که هر موقع نشانه ها بخوایم جایی برن، هم بخواد کوچولو هم بخواد جایی بره، همیشه باید سوار اون نشانه ها بشه، خودش تنهایی نمیتونه جایی بره. پس اول و غیر اول. حالا که آماده این بریم سراغ چند تا تصویر. بچه نگاه کنید این چیه؟ آفرین، اسب. کجاش داره؟ آفرین، اولش داره. پس کدوم یکی از اینا باید بیاد؟ بله، اول، همونی که هستش اول، اون باید بیاد اول بشینه. ببینید اسب. بریم سراغ تصویرک بعدی. نگاه کنید. کی انگور دوست داره؟ میدونم که همتون دوست دارین. بهش میگیم انگور. انگور کجاش داره؟ آفرین، انگور اولش داره. پس میاد اولش قرار میگیره.